درود دوستان، اینجا روستا خونه داداش اسماعیله. اینم از این گربه های قشنگ. به 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 به. پیشی ناز، بیا اینجا پیشی، بیا. نه ترس، نه ناز، بیا اینجا، بیا اینجا، نه ناز، بیا اینجا. اوه اینم هاپوکوماره. اینم انگار میدونه ازش فیلم میگیریم، بی سر صدا شده. اینجا درخت توته. به 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 به، جاتون خالی. اینم نارنج جمع کردم، البته میخوام برم زیاد جمع کنم. اینجا داداش اسماعیل همه چیز داره. این مرغ بدبخت رو ببین، لنگش بستن، لنگ پاچش کردن. درخت نارنج، انار، درخت گردو، اینم خیار. اینا همه خیارن. انگور. چی بگم واسهتون؟ اینجا بهشت. چه فایده که ما تا چند دقیقه دیگه باید بریم تهران. ببینید چقدر نارنج اینجا، چه نارنج بزرگی. به 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 به. همینجوری باز خودش میریزه روی زمین، هیچ کس نیست جمع کنه. وای وای. ببینید خونه داداش اسماعیل بهشته. ببینید انجیر و ازگیل کجای همون ازگیل؟ به به. اینا جانم حیات داداش اسماعیل دارم نشون میدم دیگه. پروانه رو ببینید. به به. گوجه، خیار، همه چی اینجا فراوون. به به. از چی بگم، هنوز که نصف حیات اون طرفه.